رجبالی ایبرانی. ولی بسک همین سنگو را گیریم که ولی در سیدکه کردن کن با خلال میرسونم. این طرفتا پرکه با انرژی اینمی سنگ با دردی سری خیلی میشه. اکای دلیر؟ این خونه که سه خونگه در هفت اختر شکتور کردیم که نزدیکی کاربو. بله همون زنگ زد. خب احمد گفته سه میگم اکا برای چی؟ میگه همسایم یا استور آورده خونوشا 40 سومونی کوادرات شکتور کرده سه. گفتم موقع اکا تا گفتیم که همین 25 سوم قیمت نیست خودت با ارزون کرده است 15 سومش که بچه در کجای خیلی گرمی داری گرمی اگه جوره همه خیلی تو چند ارزون گفتی با ارزون میشه به قدر میشه باور با ما کار حلال مهنت میکنیم نون حلال میکنیم چیکار کنیم آخه اکا دلیر جان خیلی فکر کم باید خلوصا اومدم اکا خوب همین یک برادر داریم طرفای همین گرمانیادا کار فعالیت میکنه یک 3-4 سال شد همون قطعی هم صحبت شدیم اکا جای کار خوب بوده اکا با این کار استاگی ما نه صاحب خونه میشیم نه صاحب ماشین میشیم خدا را شکر که خیلی افته خورده استیم گشنه نیستیم محتاج هیچ نیستیم یکی خارجه رفتن در کار اکا تکلیف کرد که بیا همینجا کار که همینجا جای کار هست یکم کمبودی نیست میگم خدا خواهد همونجا کار برم اکا جان گفتم ای پیشتون بگذارم اگر راضی بشین اکا همونجا بریم یک جای کار کنیم گپ درست جوره جانم میگه من رفتن نمیتونم من در رفتن تو زیر نیستم میگه من رفتن نمیتونم به خاطری مادری پیرم که من بیچاره تنها مونم اگر نه گپ درست همین ساختمان منابود کنیم همین کار منابود کنیم اکا میریم ها نه جوره جان من گفتم که من به خاطر مادر فقط به خاطر مادر نمیتونم برای همون مادر غنیمت تا بودنش همین کم میویم زیاد میو شکر همین جاکی سوده کار کنم خی تو که رفتی کار که کردی انشالله با یادی ما میکرد اگه سیاخی اکا هیچ وقت خونه شما رو خبر گرفتم میستیم بهترین اکا ما اکا همین آرزو دارم که خدا خواهد مادر خونه خدا رو کنم اکا آرزو دارم که اکا یگون ماشین آرزو هم بخرم اکا خیلی بریم یکی خداوند میشه همش میشه نصیبون میکرد اگیست روزگی پروردگار دختر جان وقتهای آخر همین سرم تیز درد میکند باز دل به حضوری هم دارم کم همین پسی سرم هم میکشد نمیدونم چی درد باشد خدا جان ما اینجا تشخیص‌های شما را دیده برآمدیم در شما کمتر بیماری فشار بلندی در شما پیدا شده است این یگان جای خواطریش نیست یک چند داروها رو ما می‌نویسیم شما حتما استفاده برید یک چند اوکال هم نویسانده سر وقت استفاده برید بیماریتون اوج نگیره البته دختر جان رحمت حتما استفاده برید مایلش دختر جان مایلش جان چه در ملکی غریب گشنه باشه تشنه باشه آیو چی جون؟ چو کرده شما؟ میمونده نخی ما خودمون نکرده؟ دختر جا آمدی میگویم که کم کار کنم آخی او چی جون شما خودتون غم داده؟ زحمت نکشه ما خودمون نکنیم آخی میگم کم علف کوشه چینم پمیدوروی
در زیر علف موندن. بیاین چیجا من خودم میکنم. سلامتی خودتان خوب نیست. بیاین چشنه. خدا که خیلی سوزی میشه چیجا. در صد نغزه خدا خوب چیجا نه. لیکن برای تجربه آموزی من 800 تومان سوم در کار. 800 تومان. او چیجا. چه کردن آچی جان؟ در خانه دارم. میتیم. رحمتی قوام آچی جان. به فکرم گوش نماندگیستی. رفتیم خوراکم تیاره. بیا دختر جان. بیا رفتیم. یک بار دیگر زنگ زنم شاید در یگان کار و بار بند باشه. برداشت کن یک رفیقش ده زنگ زنم شاید در خانه باشه. الو 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 بله بله. سلام بچه جان. سلام. چیکار شما؟ رحمت خدا چه خیلی؟ شکر خدا همه خوب تینش. گشتیم میده. بچه جان یک کار داشتم. خوب؟ همین کم ترکک اگر علاجش می بود پول قرض می دادی. فهمم. دیروز دکتر رفتم. کمتر سلامتیم خوب نبوده است. همین میگویم که دارو گرفتن در کار بود. پسر چند زنگ زدم نبرداشت. شاید کار بارش بسیار باشد. فهمم. چند پول لازم؟ کم ترکه قرض می بود 1000 تومان قرض می دادی. شد من فهمیدم. یک نیم ساعت پس در نزد شما میشم. نیم ساعت پس. رحمت بشه. خوب شد تمام. مایش خوب. مادر عزیز سلام. و علیکم بر سلام. بیا بچه جان بیا خوش آمدی. کم نما. شتنگیره. همه پسرچه ده 1-2 بار زنگ زدم نبرداشت. دیروز دکتر رفته بودم. سلامتیم رو سیگه یک بار بد شد. دکتر دیده گفت که خاله جان فشارتان کمتر بلند شده. همین دارو هاش نویس داد و گفت که در سری وقت همین دارو تا نگیرید و سری وقت دارو تا نخورید که باز وزن سلامتیتون بدتر نشود. راستی گپ مبلغ هم نرسید. گفتم بچه ده زنگ زدیم که نبرداشت. گفتم بیا که همین آشناشم آدمی نزدیکی ما خودتی بچه جان. گفتم یک زنگ زده پرسم 1000 تومان قرض میدادی. راست دیگه من قرض داده نمیتونم. چی؟ آخر اگر بچم روان نکنه من از یگان خیش و تبار حتما قرض رو گرفتم میدیم. من قرض داده نمیتونم. من چی قرض میتونی؟ بچه جان تو چی به من باوری نداری؟ من حتما بر میگردانم. همسایه های خوبم دارم. لیکن نپرسیدم. گفتم اول از تو پرسم. لیکن من شما در با میگم که من در شما قرض دادن نمیتونم. من چخیل در شما قرض میتونم. میره شما من بگین مادر عزیز
چی ما شما قرض میتیم ما این پولا در شما میبخشم پاک پیل بخشیدم خدای برکه یابی بچم در کسب و کارت برکت یا در فرزندات آمین در خاندانت خدای مهربانم برکت عطا بفرما آمین یک پیاله چای میگیرستی رحمت مادر جان من کمی کار دارم باید هر چیز زودتر برم هر یک پیاله چای میگیرستی بعد میرم چای شما نان نمک شما رو بسیار خوردیم باز خدا خواهد زنده باشیم باز میشه رحمت خدا نگهبان بینید اگر کمی کرد مبادو نرسی حتما زنگ زدید میلش خب در خدمت نکی چی ناز میکنه مرا نگاه که ادختم هی روین ایجا ما خوش روین نگو برای کن راست روین گپا نمیفهمید رای ما تی میگو مخی ادختم ماهواری آخیر از ای بچه چیکو کردستی؟ تو کی تو؟ ای گوش کاکا خودت کی بو؟ این خواهری ما فهمیدی؟ گوش کاکا ایران ما خوب میشناسم اکایی در خارجای گوش که مرا دختران همین محل نه تنهایی تمامی همین محل خواهرای من فهمیدی؟ گوش کاکا ما بخد ما آبرو داریم ناموس داریم فهمیده استی؟ برای همین برای راست بزا برا ای پای کار برو چه با دخترای ما کار نگی فهمیدی؟ نباشه که او شیر بچه های همین محل خبر میوان هزی میان استخونات خیلی بود میده میکنن فهمیدی؟ گوش که مرا که که خواهر تلزید کدن نکن او وقت بیو گوش که ور که فهمیدی؟ ما نانگ ناموس داریم بخدیم فهمیدی؟ نانگ ناموس داریم بسا برای جا ای برا کی بخدو میداد میکنه فهمیدی؟ جواب میگوید دست رای جا بهتر بیا اینجا بیا تو چیکو کردیسی؟ ای ما رو شرمنده کردنی؟ ها؟ این بچه کیه؟ نمیدونم چکه نمیشناسی؟ همراه تو اومد کو؟ وای خودش اومده ما توی روزه در این محل حالی یکم دختری بیناموس ندیدم با خدا قسم اگر که همین حالت یه باریگه بیدم کو اینم گوشتم میکنم فهمیدی؟ فهمیدی مرا؟ تز خانتون؟ تز السلام علیکم مونده نباشی اکای ما ای بچه سلام علیکم گله من همین خومی و بیدو اکا جان بداره بچه شما بار نکردیست نمی؟ باور که اکا برادر دینا بود گشت اومد کی اومدی؟ همیشه اکا همیشه رسیدیم ساعتهای 23 شب بود اکا خیلی دیگر کارو چی که؟ کارو هیچی ببارور بودن رو خی؟ الحمدلله خدا را شکر اکا بهترین کار مبارک شو ای اسبی چورپا خدا را شکر وقتی برادری ما صاحب چنین چورپا میشه این خرسندی و شادی ما هزار بار شکر برادر جان سلامت باشه اکا جان خداوند شما دم نصیب کنه اکا همه پیشروی ما همه چیزی ما چیزی شما اکا یگان ما بین ما و خودت چیزی ما و چیزی خودت نیست زنده باش وقت هم کمتر ای ما اینجا 4 نفر برادرو خطی اومدیم ای خارجا بچه هم اومدن بچه خود یک قسمش در همون جامون دولی کار کردستن ما اومدیم فرصت هم نشید که ما بیام خودت مثالی گپ ببینیم هم صحبت شم یک ساعت 2 ساعت پیش رفتم مادر خبر گرفتم خطیش هم صحبت شدم
دعای مادرتونم گرفتم. گفتم برادر ما، رفیق ما، دوستی بهترین ما کجا دهیم؟ گفتم کار دهیم پس زندگی در او سروغه را گرفتی؟ سروغه را گرفتم اومدم برادر. انا امشب شب نشینی داریم هم برادرها قطعی یک چند تا هم صنفم اکا، یک چند تا هم کورسم، ای 4 نفر برادرها. خلاص آمدم که برادر عزیز یک جای بریم و ای وقتای گذشته، ای دوران گذشته 4 تا صحبت کنیم، 4 تا چخچخ کنیم، یادی گذشته کنیم اکا. چی گفتی؟ بسیار خرسندم، بسیار شدم که اومدم برابر سراغ کردی، اومدی. هزاران بار خدا را شکر. لیکن برای تکلیف شب نشینی راستی گپ من شرم میدارم که اون من لایقی به معرکه چنین بچه‌هایی که الکه یک طبقه یک زینه بالا رفتن لایق اوجا نیستم. با همون خاطر عذر میپرسم، مرا ببخش. با این دستای پر از گویم که خراشیدگی و ژولیده و با این سر اندام خیلی میشه اون رفیقات با ببینن که خیلی برادر داری، خیلی رفیق داری، با خیال میکنیم که با آبروی ختم کم ترک پستی میاره. برای همین بیا یک روز دیگه ما که جای یک دعوت کنی قطعید میرم میشینیم، یا خانه ما یا خانه شما میشینیم صحبت میکنیم. نه که لایق نیستیم که در مابین خیلی بچه های مثلا بالا با بالا بشینیم. که ما خفه نشده ها که که دلی جون ما خیلی سولای برادر ما یگان وقت خیلیت خفه نشده بودم. خواهش میکنم اکا مرا خیلی خفه نکرد. یکو بخشیش چیکار کنیم؟ آخی اکا جون، در نام جونم ما او رفیق شهر میدارم که خیانتکار ای، دست به ناموس مردم میزنه، حق مردم هم میخوره، دزدی میکنه. اکا جون ما به خودت وری رفیق افتخار میکنم، سرم بلند ای که چون این رفیق دارم که در نبودن ما مادری مرا کمک کرد، خواهری مرا حمایه کرد به مثل برادری خودش. اکا جون افتخاری مایی. بسم الله. филми мазкур давом дорад. Барои давомашро дидан дар канал подписатсия кунед, дар навор як дона лайк гузоред ва дар комментария давом нависед.